دوستانی عزیز، حالا یک ویدیوی رو میگذارم برای تماشا کردنتون که از دیدنش وجودتون میلرزد. یک میون شکسته گردن پریده نوجوان مرد چگونه مشت به سر مادر میزند. تماشا کنید. بعد از اون من در این باره فکرهای خودم رو میگویم. من میگم گازو پازو گازو فهمیدی؟ یا گاخی حق نداری. یا پلای من پس جا. چالی پلی ترا. پلای من همه سجی. چالی پلی ترا. چیکار دارم؟ ساعت پس خرید. خریدو. بس تو فکر رو چگی تمام کنم مثلا من حیران کنه. حال من یوم نتیگر قطعی کنم. بعد از دیدنی آن همین نوار تو حال ناراحتم. خاموش ایستادن نمیتوانم. چی گفتنیم؟ میونی تو بر این جوان مرد بشکند. تو اگر ناموس میداشتی همین رفتار رو نسبت به مادر نمیدیدی، ولی متاسفانه یک کاری کردی که باور کن ایتنی تو بعضن ان همه خیل جوان مردو ایزو میکشن. گردنی تو بر این جوان مرد بشکند. تو حال با پلی مادر زندگی میکنی، باز کبر و غرورت با آسمانی هفتم. همه مادری بیچاره ترا سون داده، تو اونقدر جوان مرد میبودی با مادر خدمت میکردی، از مادر پول طلب نمیکردی. لیکن باز با جای نیکی کردن تو امکانیت مشت به سر او زدن رو پیدا کردی. گردنی تو بر این جوان مرد بشکند. من میدونم اون مادر هستی. حالا خدای نکند که مثلا یگان مقامات تو بر این بیناموس گرفته برد، باز یک کمی شده ان همون مادر در نزد ان همون در این مقامات روس میسد به خاطر تو بر این نوجوان مرد. میونی تو بر این جوان مرد شکند، لیکن ان همون مادری بیچاره در نزد در این مقامات یکم برای خرید جانی تو میرود. تو به ناموس باشی مشت به سر مادر میبرداری، دشنام میکنی به سر مادر. تو نمیدونم خودت رو کی حساب میکنی، لیکن در نزد وجدانی خودت یک بار گپ زن. گردنی تو بر این جوان مرد شکند. مادر عزیز هیچی نداره، زورش به تو نمیرسد. امروز تو مشترکو به سر او میزنی، زورش به تو نمیرسد. لیکن فراموش نکن اگر که همین دستش از سن خداوند برداشته در همین ماه مبارک یک بار تو را دعا کند، فراموش نکن که دیگر به خود نمیبیایی. یک دعاش برای به پا غلطاندن تو نوجوان مرد بسنده هستی. ایزو کش کمتر، ناموس کن. وجدان تر عذاب نمیتید به فکرم. تو وجدان میداشتی این گپ ها رو گفتن نمیتوانستی. مادر عزیز، عمرت 100 ساله باشد، هیچگاه دل افتاده نشو. همین شعر رو برای تو میگذارم. خوشروی تری از تو، خوشبوی تری از تو، دلسوز تری از تو در دنیا ندیدم من. آه مادری جان مادر، غمخوارتری از تو، مونیستری از تو در دنیا ندیدم من. آه مادری جان مادر. در آوان خردسالی بینگر که طفلانت دارند تلاش هر یک بگرفته زیدامانت، اما به دم پیری
عصا به دست گیری، دو چشم به سوی در، کی آیان خبرگیری. این انمی حدیثه مادر به تو هسته که امروز فرزندی کلان کرده ای تو مشت به سری تو میگذارد. لیکن تو زیغ نشو مادر جون. این خداوند یک خداوندی هسته که حالت حساب کتابش رو پیدا خواهد کرد. از این رو صدای من به تو نوجوان مرد همی است که اندازه نگه دار، اندازه نگه دار که اندازه نکوست. هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. خواهش میکنم شما نیز نسبت به رفتار آن همین جوان مرد بی‌طرف نباشید، تا که درس عبرت برای دیگرها نشود که دیگرها مشت دیگر بر سر مادرهای دیگر گذارند. ویدیو رو پهن کنید، حتما در کانال پادپیسیاتسا کنید. خدا نگهبانتون.